درود بر شما. امروز می‌خوام دستگاه سوپاپ سنگ‌زنی تورال مدل VGMT 100 رو بهتون معرفی کنم. با ما همراه باشید. اول یه توضیحات مختصری در مورد قسمت‌های مختلف دستگاه به خدمتتون ارائه کنم. این قسمت مربوط به سنگ‌زنی زاویه سوپاپه که از 10 درجه تا 55 درجه قابلیت زاویه گرفتن داره. با دقت 1/100 میتونید بار بدین. سنگ رو میتونید جابجا بکنید توسط این اهرم. سوپاپ از ساق 3 تا ساق 16 رو فک‌های پنوماتیک میگیره. بزرگترین طول سوپاپی که میتونید روی دستگاه ببندید 35 سانته. 2 تا فک داره نگه دارنده. به صورت سه نظامی کلتی نیست نحوه گرفتن سوپاپ و زیر 1 ثانیه میتونه سوپاپ رو بگیره و رها کنه و با دقت فوق العاده بالا که شما میتونید طول سوپاپ رو توسط این 2 تا فک کنترلش بکنید. این قسمت برای زاویه سوپاپ. این قسمت هم سنگ‌زنی ته سوپاپ، قسمتی که شیم قرار میگیره، میتونید باردهی بکنید با دقت 2/100 و سنگ‌زنی بکنید. دستگاه کاملا سنگ‌ها بالانس فوق‌العاده حرفه‌ای این کار رو برای شما انجام میدن. قسمت‌های مختلف رو دقیق‌تر بهتون توضیح میدم. اول قسمت جعبه فرمان دستگاه رو بهتون معرفی بکنم. کل متعلقات درایو موتور و تبدیل برق‌ها، شیرهای پنوماتیک داخل این باکس. ما اینجا یه شیر پنوماتیک برای باز و بست کردن قسمت فک‌هایی که سوپاپ رو میگیرن داریم که به صورت بادی باز و بسته کردنه. این قسمت که درایو نوشته گردون استحکاکی سوپاپه که بعد از اینکه ما سوپاپ رو با این قسمت پنوماتیک گرفتیم بستیم میچسبه به قسمت گردون استحکاکی و گردون استحکاکی که روشن کردیم توسط این ولوم دورش قابل تنظیمه که مینیمم و ماکسیمم بستگی به نوع سوپاپ داره. هرچی سوپاپ بزرگتر میشه دوره کمتر و هرچی سوپاپ ها کوچیکتر میشن دوره بیشتر. بعد از اون قسمت سنگ رو داریم که توسط این کلید روشن و خاموش میشه. کلا میبینیم موتور کاملا بی صدا هست و به این شکل هم خاموش میشه. این قسمت اویل پمپ مواد خنک کننده رو از مخزنی که اون پشت طراحی شده توسط یک پمپ به جریان میکشه و به روی سوپاپ هنگام سنگ‌زنی زاویه یا با جابجایی هنگام سنگ‌زنی قسمت شیم سوپاپ میتونید جابجا کنید و روشن و خاموش میشه. این چراغ روشن بودن دستگاه رو نشون میده. این هم کلید اضطراریه برای خاموش کردن لحظه‌ای و این قسمت هم خاموش و روشن کردن کلی دستگاه هست. ما این 2 نمونه سوپاپ رو میخوایم برای شما تست بکنیم، سنگ‌زنی بکنیم که نحوه کارش رو ببینید. این هم همینجور. برای اینکه سوپاپی که میخوایم روی دستگاه ببندیم باید طبق سطح مقطع سر سوپاپ لاستیک مناسبش رو انتخاب بکنیم. لاستیکی که وقتی که قرار میگیره کاملا پوششش بده. به عنوان مثال الان این رو نگاه کنیم، پوشش نمیده. این سایز این رو پوشش میده که این لاستیک رو باید این قسمت استفاده بکنید که قسمت استحکاکیه که سوپاپ قرار میگیره. 2 نمونه سوپاپ قبلا سنگ‌زنی کردیم. این نمونه هست که با زاویه 20 درجه و این نمونه سوپاپ EF7 هست که با دستگاه تست کردیم. الان این 2 نمونه رو میریم با هم دیگه تست میکنیم. اول با این سایز سوپاپ شروع میکنیم که این 2 تا قسمت اهرمی رو باز میکنیم، میبریم تا نزدیک به اون قسمت استحکاکی.
اینه که تنظیم کردیم برای اینکه پشت ساق سوپاپ رو فشار بیاره این قسمت و بچسبونه به لاستیک و استحکاک ایجاد بشه و این قسمت چرخش رو انجام بده، باید این رو هم تنظیم کنیم نسبت به ارتفاع سوپاپ. تقریبا یه 5 میل یا 1 سانت قبل از این که به سوپاپ بچسبه تنظیمش میکنیم و بعد به این شکل نگه میداریم و شیر پنوماتیک رو میزنیم. این به این شکل سوپاپ رو نگه میداره. یه موضوعی که باید دقت کنید و من هم الان رعایتش نکردم این بود که کل این پک ها آزاده، باید سفتش کنیم. ببینید و اون استحکاک ایجاد نمیشه. پس ما اول این رو سفتش میکنیم، دوباره باز میکنیم، اینجا این رو هم سفت میکنیم، این فاصله رو دوباره نزدیکتر میکنیم که استحکاک ایجاد بشه و بعد این رو نگهش میداریم. خب قبل از اینکه سنگ‌زنی انجام بدیم قسمت چرخش رو روشن میکنیم. ببینید الان داره حالت لنگ میزنه و داره فک رو جلو و عقب میکنه، به خاطر اینکه این لاستیک هم محور با سوپاپ نیست. یکم دور رو بالا میبریم و توسط این پیچ تنظیم مرکز کردن سوپاپ، ببینید الان کاملا سنتر و هیچ لنگی نداره. این الان کاملا تنظیمه و میبینید که این دیگه از حرکت استوب شد. بعد از اینکه لاستیک و موتور استحکاکی گردشی رو با سوپاپ هم محور کردیم، زاویه سوپاپ رو توسط میز قرار میدیم. الان روی 45 درجه و باشه این سوپاپ، این 45 درجه و میز رو قفل میکنیم که حرکت نکنه. بعد از اون سنگ که خاموش هست اندازه رو تقریبا رعایت میکنیم. خب و قسمت موتور رو روشن میکنیم. بعد از اون آب صابون یا هر روغن خنک کننده ای رو تنظیم میکنیم که روی سوپاپ بریزه. بعد از اینکه تنظیم کردیم پمپ رو هم روشن میکنیم. درست و عملیات سنگ‌زنی رو انجام میدیم. نزدیک میکنیم تا جایی که سنگ برخورد کنه با سوپاپ. یه چند ثانیه‌ای قرار میدیم سنگ رو روی سوپاپ، بار معکوس میدیم، سنگ رو از سوپاپ جدا میکنیم و موتور، پمپ و قسمت استحکاکی رو خاموشش میدیم. بعد دوباره توسط قسمت گیره پنوماتیک سوپاپ رو آزاد میکنیم. الان توجه کنید که سوپاپ فوق‌العاده عالی سنگ خورد با دقت 100. بریم نمونه سنگین رو تست بکنیم. دوباره این دو تا قسمت رو باز میکنیم، تنظیمات رو انجام میدیم. این تقریبا باید روی صافترین نقطه سوپاپ قرار بگیره و بعد استوپش رو انجام میدیم. این قسمت هم میتونیم بیاریم اینجا، استوپش میکنیم و این رو هم تقریبا 8-9 میل عقب‌تر قرار میدیم، پین استوپش رو میزنیم. مشاهده کنیم الان دوباره کاملا گرفت. خب دوباره قسمت استحکاکی رو روشن میکنیم، مرکز قرار میدیم، باید در دورترین حالت باشه. الان این قسمت مشاهده بکنین لاستیک داره لنگ میزنه
زیر کف سوپاپ. یعنی لاستیکی که انتخاب کردیم مناسب نیست، با اینکه سوپاپ تو حالت تقریبا استیبلی هست ولی لاستیک مناسب نیست و این لنگی رو انتقال میده و ما دقت فوق العاده بالایی. پس قسمت استحکاکی رو خاموش میکنیم، سوپاپ رو دورش میکنیم، میاریمش عقب، تعویض لاستیک انجام میدیم. تعویض لاستیک به این شکل انجام میشه. ببین الان این لاستیک که ما گذاشتیم اینه و جایگزین الان این رو باید بذاریم. برای قسمت سنگزنی ساق سوپاپ، این قسمت ته، باید این قسمتی که راحت حرکت میکرد رو استوب کنیم توسط این پیچ میبندیم تا استوب بشه. ببینید الان دیگه حرکتی ما نداریم. بعد از اون سوپاپ رو روی فیکسچری که قرار سنگ زنی بکنیم میبندیم. بعد از اون که اون قسمت رو فیکس کردیم، سوپاپ رو روی فیکسچر قرار میدیم که این فیکسچر 2 تا شیار داره. یک شیار مستقیم برای سنگ زنی کف سوپاپ و یک شیار 45 درجه برای سنگزنی زاویه سوپاپ که ما اول میبندیم برای سنگزنی کف سوپاپ. حدودا به سنگ نزدیکش میکنیم، پیچ استوپ رو میبندیم. این پیچ برنجی هست و آسیبی به سوپاپ نمیرسه. بعد قسمت سنک و پمپ رو روشن میکنیم. پمپ هم نازلش به صورت آهن رباییه که قرار میدیم روی سوپاپ و دستگاه رو روشن میکنیم. یکم میایم عقب و تنظیم میکنیم. عملیات سنگ زنیمون به پایان رسید. این الان زاویه کاملا سنگ خورده. خب الان برای زاویه 45 درجه یا اون پخی که قراره بدیم میتونیم دستمون رو قرار بدیم، تنظیم کنیم. این هم زاویه 45 درجه. برای دقیق تر بودن هم میشه سوپاپ رو قرارش بدیم، یکم دسته رو شل کنیم، بریمش عقب‌تر، سوپاپ رو نزدیک قرار بدیم. میتونید این روبند رو به حالت یکم
آزاد ببندیم و نزدیکش کنیم به سنگ. من خودم ترجیح میدم این کاملا خارج باشه، بذارم دستم رو بذارم اینجا و اینجور زاویه بزنم. الان زاویه رو ببینی، حالا این مقدار که بعد خودتون تنظیمش بکنید. و این نمونه سوپاپ هست برای زاویه 45 درجه پخ و از زاویه ساق سوپاپ. برای قیراط کردن سنگ، قیراط هلده، قیراط استوانه‌ای استفاده میکنین. جای سوپاپ بسته میشه به این شکل. محکم اینجا قرارش میدیم و تقریبا به سنگ نزدیکش کنیم و سنگ رو روشن میکنیم. بعد از که سنگ رو روشن کردیم، قیراط رو آروم میبریم داخل دستگاه. کاملا قیراط شد، صاف شد. بعد قیراط رو بازش میکنیم. همین قیراط برای سنگ اون سمت هم استفاده میشه که الان بهتون نشون میدم. الان خاموشش میکنیم، مشاهده بکنید سطح سنگ رو کاملا صاف و تخت شد. بریم قسمت قیراط سنگ زاویه. برای قیراط سنگ زاویه اول باید زاویه رو صفرش بکنی به این شکل. به این شکل که زاویه رو صفر کردیم، هم میتونیم با چرخش قسمت کلگی
یعنی به این شکل قیراط رو انجام بدیم، هم میتونیم سنگ رو ثابت کنیم و با قسمت تنظیم کننده لاستیک استحکاکی این کار رو انجام بدیم. خب 2 تا پیچ رو آلن رو بازش میکنیم و سنگ قیراط رو میبریم جلو. دوباره پیچ ها رو محکم میبندیم. بعد میز رو به سنگ نزدیکش میکنیم. سنگ رو روشن میکنیم. سنگ قیراط رو آروم وارد سنگ میکنیم. همونجور که گفتم هم میتونید از این دسته قسمت جابجایی سنگ استفاده کنید از این قسمت استفاده سنگ زاویه بدین. هم میتونید دوباره بار بدید و توسط این قسمت با جابجایی این قسمت، یعنی قسمتی که یکم زمان بره و بهتره که از قسمت چرخنده شونه استفاده بکنید. خب من این مرحله رو تمام کنم. تمام شد کاملا. برای سرعت عمل کرده بالا میتونید از این قسمت استفاده بکنید. ببینید خیلی سریعتر به نتیجه میرسید. کاملا قیراط انجام شد. سطح سنگ رو هم میتونید الان مشاهده بکنید.